سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به کانال رسول جلیلانی. و اینجا میخواستیم که به شما آموزش بدیم که چطوری استوری، پست و غیره رو به صورت سریع و بدون فیلتر دانلود کنید. اولین کاری که میکنید وارد گوگل میشید، گوگل کروم و غیره. الان سرچ میکنید مولی کرام که زیر این کپشن ویدیو میذارم حتما. و اولین کاری که میکنید، اولین سایتی که میاد بالا رو کلیک میکنید، وارد میشید. وقتی هم که وارد شدید همچین صفحه‌ای براتون میاد. الان اگر این کاد رو پیدا کردید یه خورده اسکرول کنید پایین. خب اینجا لینکی که میخواید رو وارد میکنید یا یوزر که خودش اینجا نوشته اینتر یوزر اور لینک، که اینجا ما آیدی وارد میکنیم. آیدی خودم رو وارد میکنم و خب زودم آوردش که من پستی ندارم متاسفانه. اما خب پروفایل آورد، اسم آورد، آیدی رو که خودم وارد کردم آورد، بیو رو هم آورد، تعداد فالوورا و فالوینگ رو هم آورد. که اینجا گفتم متاسفانه پستی نداره یا استوری هم قرار نداده که من هیچ استوری یا پستی نذاشتم. که خب اینجا یک پیجی رو بالفرض میزنیم پیج خود اینستاگرام رو در نظر میگیریم و سرچش میکنیم که اینجا هم آورد. استوری ننهاده اینستاگرام که اگر گذاشته بود اینجا میورد حتما، تعداد فالوور و غیره و با بیو. یه پست هست اینجا، پست رو میزنیم، منتظر میمونیم. خب پست ها رو هم که آورد همینطوری که میبینید به صورت ترتیبی از بالا تا پایین. ریلز رو خب یه ارور زد اینجا، یه چیز کنیم دوباره وارد میکنیم اینستا. اشتباه زدم آیدی رو. خب این بار درست زدم. خب ریلز رو میزنیم، ریلز رو هم همینطوری بود. میتونید اینجا بزنید روی لینک پایینی و دانلودش کنید. همینطوری که میبینید تایمر آپلودش رو میزنه با نظراش که براش نظر گذاشتم و کلا اطلاعاتی که لازمه با کپشنش. حتی کپشنش رو میتونید کپی کنید اگه خواستید. و همینطوری ساده و آسان. تازه هم بدون فیلتر شکن میتونید پخشش کنید و دانلود کنید. همینطوری که میبینید آسونه و چیزی هم نداره. امیدوارم خوشتون اومده باشه و اینکه دنبالمون کنید که بیشتر آموزش بذاریم و حمایت کنید. ممنون و سپاس. خدا نگهدار تا یک ویدیوی دیگر.